سرخط خبرهای مهم: منع پروازها میان تاجیکستان و ایران، واکنش اکوتاکسی و گزارش رادیو آزادی و ادامه جنگ بین اسرائیل و ایران. سلام بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه تماشا دارید. امروز چهارشنبه 18 ایون. نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی سومونیر و وریش ایرلاین از قطع موقتی پروازها از دوشنبه به تهران و مشهد و برعکس خبر دادند. در پی درگیری‌ها بین اسرائیل و ایران، پرواز هواپیماها در فضای ایران قطع شده است. خبرگزاری آزیا پلوس از قول نمایندگان این شرکت خبر داده است که شهروندان ایران می توانند روابط ترکمنستان را گیرند و توسط راه زمینی این کشور وارد ایران شوند. حالا این شرکت‌ها منتظر پاسخ مثبت سفارت ترکمنستان اومید به دادن روابط برای شهروندان ایران که در تاجیکستان قرار دارند بودند. همچنین خبر داده می شود که پرواز چارتری از دوشنبه به اشقاباد در حال بررسی است. با پرواز چارتری دسته جوانان فوتبال ایران که تقریبا 30 نفر را تشکیل می‌دهد همراه کرده می شود. آنها برای شرکت در مسابقه به دوشنبه آمده بودند و بنابر بسته شدن فرودگاه نتوانستند سری وقت پرواز کنند. در همین حال نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران روز 16 ایون به رادیو آزادی گفت که گروه 30 نفری شهروندان کشور از راه‌های زمینی خاک ایران را ترک کردند. جنگ بین اسرائیل و ایران روز ششم است که ادامه دارد. شبیه سپری شده نیست. رسانه‌های دو کشور از حمله‌های موشکی و پهپادی به خاک یکدیگر خبر دادند. سپاه پاسداران انقلاب ایران صبح روز چهارشنبه اعلام کرد که در موج آخرین حمله‌های موشکی خود علیه اسرائیل موشک‌های نسل فتاح را استفاده کرد و این موشک‌ها سپری چند قبطه دفاع ضد موشکی اسرائیل را عبور کردند. خبرگزاری BBC از قبل رسانه‌های اسرائیلی گفته است که در چند ساعت گذشته ایران به سوی اسرائیل 2 مرتبه ضربه موشکی زد که در مجموع 15 موشک را در بر گرفته تلفات جانی نداشته است. برخی منابع دیگر تعداد موشک‌ها را تا 30 عدد گفتند. اسرائیل روز 13 ایون با حمله‌های غافلگیرانه به تأسیسات نظامی و اتمی ایران همچنین چندی از فرماندهان عالی رتبه این کشور را کشت. ایران هم بعد این موشک اندازی به اسرائیل را آغاز کرد و گفت انتقام کشته شدگان و حمله ها را از اسرائیل میگیرد. در حمله های اسرائیل به گفته مقامات ایران تا حال حداقل 224 نفر کشته شدند و بیشتر از 1200 نفر زخم برداشتند. اسرائیل گفت در این کشور تا حال 23 نفر کشته و بیش از 500 نفر زخمی شدند. اکوتاکسی یکی از شرکت‌های مسافربری در تاجیکستان در واکنش به یک گزارش رادیو آزادی گفته است که تمام حقوق رانندگان را رعایت می‌کند و ادعاها درباره بی‌اعتنایی به حق آنها اساس ندارد. در واکنش رسمی و کتبی اکوتاکسی که روز 17 ایون به دست رادیو آزادی رسید، اومده است ادعای راننده بختیار ابراهیمی درباره آنکه هر روز باید 100 سومانی به شرکت بپردازند اساس ندارد. این راننده در یک گزارش رادیو آزادی درباره کار شرکت‌های تاکسی در دوشنبه گفت که در حالت بیماری نیز شرکت از آنها همه روزه 100 سومانی طلب می‌کند. در نامه اکوتاکسی به عنوان رادیو آزادی آمده است سخن راننده دروغ بوده حقیقت ندارد، چون اگر کسی بیمار شد می‌تواند معالجه بگیرد و سپس فعالیت خود را ادامه دهد گفته شده است در مکتوب. چند پیش رادیو آزادی درباره فعالیت شرکت‌های مسافربری گزارش آماده کرد که در آن رانندگان تاکسی در دوشنبه با نگرانی گفتند 4 شرکت دارای اجازه مسافربری با آنها برای ادامه کار رفتار ناعادلانه دارند. حکومت دوشنبه از این پیشتر تنها با 4 شرکت مسافربری کواتا یا اجازه تاکسیرانی در حدود پایتخت را داد که یکی از آنها اکوتاکسی بوده است. مقامات در ولایت ختلان میگویند امسال حاصل کشاورزی فراوان بوده، نرخ آن نیز در بازارها پایین رفته است. دهقانانی که تربوز و خربوزه پرورش میکنند میگویند حاصل خوب به دست آوردند و خریداران محصولات آنها را از سر زمین خریده به بازارهای بیرون از ولایت میبرند.
17 кило мумкин 15 кило мебурад. ман ки тарози нестам, лекин примерно мумкин 16 кило мебурад. сифати тарбузо хай хуб аст, соли мумкин як хелша ҳамаша дурунш ба дур омадаги нестиму, хай пухтагӣ иншолло. ам пухтагӣ гуфта имрӯз сар кардем акн. Ята нимтара кишта ина дидестим, ҳамаша кишта намешавадм, лекин иншолло пухтагӣ. این هندلره ما بر ماهی فеврал تیار کردگی کوچتاشه و آورده ماهی مارس شنوندگی ما بر وقت دویم حاصل باید کشت کنیم. اینجا با فکرم چی میشود؟ سبزی و زمستانه میشوند. در اینجا پلانیروفکا کردیم ده سبزی زمستانه. ما گندم میکاریم بسیارتر. گندم بود، پخته کاریدگی ما، تربوز، پمیدار، همه نمودی زراعت ها را میکاریم. البته سطح زندگی بلند میشود وقتی که ما میکاریم. یکم این یک شوق است که ما پالیسی های بر وقتی میکاریم و همه بازارهای داخلی جمهوری ما رو تامین میکنیم. درآمد خیلی خدا شکر، اما راسخود قطعی همه آماده امسال. اینجا 1.5 گیتار آرنده گرفتگیم. حاصلو من که دیدستین هم خیلی حاصل شد، خدا با شکر. قش تونستیم کردیم خیلی خدا با شکر. دانشه 17 سومی ای پیش زمین. تربوز حاصلش ناقص. خیلی اصول بهتر بود از این. خیلی امسال اکنون کمتر سستر ای سوداگری که ای ناحیه ترسونزاده اومدگی همیو میبرن شهر دوشنبه. اکنون ما نمیکویم خریدارا یا خیلیش میوه یا خیلیش ممکن پرسونقتی میوه. بزرگ میبریم نباشه. ای بزرگ خریدارا دسترس میکنیم. در بزرگ خریدارا بسیار میوه کنیم. این تربوز 5 کیلو شابلون، یعنی که از 5 کیلو بالوش 17 سوم. تو چند کیلو باشد؟ 10 کیلو می 15 کیلو می تو چند کیلویی باشد 5 کیلو شابلون قطعی 17 سوم از نرخ نو کردیم، سودا کردیم. سودا ما خود اینه چند است. بودیم این سال یکم بار آمده استیم. نصیب میبریم بفروشیم. یکم برایم. این 17 سوم گرفتیم. نصیب 25 23 هم خیلی میفروشیم. نصیب کردی باشه. 2 تن 2.5 تن 3 تن هم خیلی. بینندگان عزیز، شما هم میتوانید نویسید که آیا واقعا در بازار نرخ محصولات ارزان است؟ بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 18 ایون خبر می‌دهد. 18 июни соли 2015 фаъолон гуфтанд шабнам худойдод ва як узви созмони дар тоҷикистон мамнӯи гурӯҳи 24 бар асоси талаби мақомоти тоҷик дар беларус боздошт шуд. худойдодова 30 сола барои интиқодҳояш аз ҳукумати тоҷикистон тавассути интернет мавриди пайгард буд ва 8 моҳро дар боздоштгоҳи беларус пушти сар кард. 18 июни соли 2008 садҳо сокини шаҳри хоруғ ба нишони эътироз аз вуруди нирӯҳои қудратӣ ба маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ки баъди як моҷаро миёни додситони вилоят ва фармондеҳи собиқи мухолифин сар зад дар маркази шаҳр гирдӣ ҳамоӣ карданд. мақомот гуфтанд нирӯҳо дар остонаи сафари президент ба минтақа сафарбар шуданд, вале фаъолони маҳаллӣ инро талоши саркӯбии мухолифон ва тарсондани мардум номиданд. буҳрон баъди чанд ҳафта ва музокираҳо аз байн рафт. 18 июни соли 2012 гурӯҳи 8 нафараи пиёдагарди зоирони тоҷик дар балх бо раҳбари ин вилоят Ато Муҳаммад Нур мулоқот кард. Абдулазиз Раҷабов, маъруф бо номи Ҳоҷи Пиёда, аз соли 2006 ба ин тараф танҳо ва ҳам дар раҳбарии гурӯҳ ба ҳаҷ ва дидани дигар нуқтаҳои ҷаҳон меравад. Дар сафарҳояш талош мекунад бо маъруфтарин чеҳраҳои он кишварҳо ҳам дидор кунад. صبح امروز بانک ملی قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. 1000 روبل روسی برابر است به 128 سومانی، 100 یورو به 1166 سومانی و 100 دلار 1008 سومانی مقرر شده است. این قرب رسمی است و در بانک‌های تجاری فرق می‌کند.
бинандаҳои азиз, сипос ки моро то ин лаҳза пайгирӣ кардед. Агар назару пешниҳоде доред бароямон нависед. То фардо, худо нигаҳдор.